گرفته. این اسیده. خب همین الان بستم رسید. از تمو یه سری چرت و پرت سفارش دادم. خیلی ذوق دارم، اولین باره که چیز میز گرفتم. تمو از چین میفرسته، قیمتاش خیلی مناسبه. البته خب کیفیت اونقدر بالایی نداره و بهتره که آدم زود ازش خرید نکنه، چون که برای طبیعت و اینام خیلی خوب نیست. اما به هر حال من خیلی دوست داشتم امتحان کنم ببینم که چی جوریه. چند تا چیز خیلی خوشگلم داشت که امیدوارم که از نزدیکم واقعا خوب باشن. ارسالشون حتی به ترکیه هم داره، ولی من وقتی اونجا بودم هیچ وقت رغبت نکردم ازشون چیزی بگیرم. این لباس خوابه که همین الان دارم میبینم که اصلا جنسش خوب نیست. آها، چند روز پیشم من رفته بودم بیرون، شعبه یونیکلو رو دیدم که من یونیکلو رو خیلی دوست دارم و وقتی که دیگه اومده بودم دبی و ترکیه و اینا دیگه ندیدم که شعبه داشته باشن. همون سنگاپور و مالزی و اینجور جاها بیشتر بودم. یونیکلو یه برند ژاپنی، قیمتاش نسبتاً مناسبه، حالا کیفیت خیلی خوبی داره، دیزاینش هم خیلی سیمپل و ساده و قشنگه، یعنی چیزایی که اونقدر ترندی نیست و واقعا هم کیفیتش خوبه نسبت به قیمتش. این جنسش خوب نیست حقیقتا. حالا میپوشمش، بو نمیده باز خدا رو شکر، چون من رو بو خیلی حساسم. بعضی اوقات که لباسام بوی خمیربازی میگیره، مخصوصا وقتی که مثلا میذارم تو چمدون و اینا، و فکر کنم من هنوز 2 تا چمدون دارم که باز نشدن، ان شاءالله برم خونه خودم بعد بازشون کنم. بعد اینجا رفتم یه مام خریدم. مامه بوی شربت سینه میده، نمیدونم چطور همچین چیزی ممکنه و اصلا هم خوب جواب نمیده. از برند بالا گرفتم. بالا خیلی قیمتش پایینه، مال خود دمه، ولی پیشنهاد نمیشه خیلی. بعضی محصولاتش خوبه، بعضی محصولاتش خوب نیست. باید حتما چک کنی قبلش، ریویو و اینا رو بخونی. این چه نازه! وای، من اینو خیلی دوستش داشتم. البته خیلی لباس لختیه. اینو گرفتم که میخوایم بریم ایتالیا با دوستام اونجا بپوشم. چی جوریه این؟ نمیدونم، حالا میرم فیگراتش میکنم. اوه، این خیلی کیوته. جنسش هم نرم و خوبه. این برای بعد از حمامه که موهاتو بپیچی توش خشک بشه. اینم چیزش، دکمش. وای، کلاسای دانشگاه هم شروع شد. بعد یه دونه ایرانی هم نبود تو اولین کلاسی که رفتم و از این بابت یکم ناراحتم. همه هندی هن که خب ما موردی نداریم، یعنی ما مشکلی نداریم با عزیزان هندی. فقط چیزی که اصولا راجبشون میگن اینه که توی همگروهی بودن و اینا خوب نیستن. اکثرشون وقتی باشون همگروهی میشی از زیر کار در میرن و همه رو میریزن رو سر تو و اینا. از این بابت کمی نگرانی دارم. ولی فعلا با یه ترکه دوست شدم، با یه نپالیه. هنوز با کس دیگه ارتباط نگرفتم. حالا پس فردا کلاس دارم باز. اوه، اینم تاپه. عزیزم، اینم لباس خوابه. چقدر نازه، کیوت. حالا همه اینا رو میپوشم الان نشونتون میدم. اینم شلوارکش. این چیه؟ ها، این واقعا آشغاله. این تو گوشه. فکر کنم اینو نباید میخریدم. اینو خیلی خوشم اومد، واقعا نازه. احساس میکنم قراره همش تنم باشه. اینم برای آب کش کردن برنجه که برزی توش و اینا، آبش از اینجا تخلیه میشه. اینم خیلی ارزون بود، شاید 2 یورو یه همچین قیمتی بود و امیدوارم جنس این خوب باشه. I support women's rights and wrongs. بپوشم. این اولیش. مشکل اینه که کوتاهه وگرنه خوشگله به نظرم. دوستش دارم، بامزه است. اوه، وای چقدر قشنگه یقش. خیلی خوشگله، واقعا دوست دارم یقشو. کاش فقط بلندتر بود آستینشم یکم کوتاه. اینا مدلای کره‌ایه یا کلا چیزای ایژنه، برای همین هم قداشون کوتاه‌تر از ما، هم سایز بندیاشون یکم متفاوته. مثلا تو سایز بندی ایژن فکر کنم من ایکس لارج میشم و واقعا ناراحت میشم وقتی قراره که ایکس لارج رو انتخاب کنم توی قسمت سایز و اینا. بس بعدی بپوشم. من عاشق این شدم. قشنگ احساس میکنم یک دختر نازنازی هستم. عاشق طرحی هم که داره روی پارچش، واقعا زیباست. اینو بهتون نشون بدم. نوشیدنی‌های مختلف از ریور رو دارم امتحان میکنم. چند روز پیش اون اسموتیشون رو گرفته بودم که سبز رنگه، اسفناج و موز و
کلا چیزای سبز داره توش. گرین اسموتی گرفته بودم، این دفعه اینو گرفتم که دراگن توشه، برای همین صورتیه. ببینم دیگه چیا داره. گواوا داره، گوانابانا داره که من نمیدونم چیه، موز داره، آپفل داره. آپفل چیه؟ بذارید نگاه کنیم. آها، آپفل همون اپله، میشه آلما، میشه یعنی سیب. خوبه ترکی هم بلد نیستم صحبت کنم و فقط یه سری کلمه رندوم تو ذهنم مونده و خیلی وقتا که میخوام صحبت کنم واسه فارسی حرف زدنم کلمه ترکی میاد تو ذهنم، با اینکه من ترکی نمیتونم صحبت کنم. anyway این آلما داره دوباره. این سیبم توش داره و خیلی خوشمزه است. البته چیز مورد علاقه‌ام نیست، همون سبز رنگش باحال‌تر بود. نمیتونم صبر کنم تا برم خونه خودم برای یخچال خودم خرید کنم. می‌بینی چی میگم؟ اون حسش منظورمه و واقعا ذوق دارم. احتمالاً قرار تو چند روز آینده کلید بدم بهم. یه جای قرارداد امضا کردم، ولی خب تا زمانی که واقعا خونه رو تحویل نگیرم خیالم راحت نمیتونه بشه. آقا واقعا زیباست، من عاشق این شدم. شاید دوباره برم سفارش بدم که انبار کنم، مثلا این خراب شد دوباره بتونم اون یکی رو شروع کنم به پوشیدن. اینو ببین، این فقط بالا تنشه دیگه، شلوارکم عوض نکردم. به نظرم خیلی خوشگله، دوستش دارم. اینو قطعا من قرار زیاد بپوشم، جنسش هم اونقدری بد نیست و پیام روشو دوست دارم. I support women's rights and wrongs. میخوایم بریم خونه رو ببینیم. مستاجر قبلی امروز قراره که کلیدش رو تحویل بده دیگه، بریم ببینیم نیاز به رنگ کردن و اینجور چیزا داره یا نه. خدا کنه همین امروز بریم کلید رو بدن. همینه، بدو بریم. ورزش امروز کلید خونه‌شو گرفته. باتری میخوره، تا حالا من ندیده بودم کلید باتری بخوره. بهم برگم دادن، میتونم برم آدرسمو ثبت کنم بالاخره که بعدش برم حساب بانکی باز کنم. فکر کنم ایمیل بعد بدم امروز واسه حساب بانکی وقت بگیرم. اینجا وقت بگیری همینجوری نمیتونی شاپ کنی بری تو بگی میخوام حساب باز کنم، واقعا مسخره است. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. فردا میتونم مووین کنم. همینقدر کوچولو چقدر کثیف بوده. اینا رو هم بردم بندازن که شسته بشه. باید یه دونه دوشک دیگه بگیرم بندازم روی این کیکم بهتر بشه، چون دوشک خیلی نرم و بیخوده. الان من سکته میکنم به خدا. قرارداد مزخرف من چندین روزه که شروع شده، البته انقدر نه، 3 روز شروع شده. خونه کثافت چرک گرفته، اومدن مثلا رو تختی و چند رو بالشی و اینا رو 3 روز پیش برداشتن که ببرن بشورن، هنوز نیاوردن تحویل بدن. امروز جمعه است، من تا الان دانشگاه بودم، 6 ساعت پشت سرم کلاس داشتم. فردا شنبه است، پس فرداش هم یک شنبه است، قرار نیست بیان اینا رو بذارن. من تا دوشنبه باز نمیتونم اینجا زندگی کنم. دارم تلاش خودم میکنم، هی میام تا جایی که میشه تمیز کنم، ولی واقعا پدیدش دیگه از توان من خارجه و مسئولیت داره هاوس منیجر که اینا رو تمیز بکنه. و حتی من روی این تخت تلاشم مؤدب باشم، روی این تخت پدستک نمیتونم من بخوابم، حتی رو تختی و رو بالشی رو بر نداشته بیاره. واقعا اعصابم خورده
و گریه کردم کلی. من نیستم. دوشنبه من هم صبح یه دونه جلسه دارم، هم دوباره دانشگاه دارم، بعد برم دانشگاهم که تموم بشه، ساعت کاری این پدسگا دوباره تموم شده. واقعا خسته شدم از این وضعیت. بعد دیروز فکر کنم اومده بودم که تمیز کنم درو، با اسید، این اسیده، با اسید داشتم درو میشستم و همینجوری چرک ازش میاد بیرون. من نمیدونم این مرتی که پدسگی که قبل از من تو این خونه زندگی میکرده بوده، تو این شرایط زندگی میکرده، اصلا کثافت خونه رو گرفته بوده، چرک داره خونه. معلومه که چندین ماه خونه رو تمیز نکرده بوده، حتی 1 سال خونه رو تمیز نکرده بوده. اصلا باورم نمیشه. و الان بارونم میاد، بخوام برگردم برم خونه دوستم خیس میشم، دوباره اصلا خورد میشه. و فردا پس فردا تعطیله. دوشنبه من نیستم زمانی که اینا کار میکنم. من نمیدونم چه غلطی بکنم دیگه. خسته شدم به خدا. دوشنبه ساعت 8 صبح، من 8 شدم اومدم اینجا و رفتم پیدا کردم اون کسی که مسئولش بود و کاورا رو ازش گرفتم. اینها خودم باید حالا بندازم. سر تمیز کردن ماکروویو و اینا گفتش که همینه که هست، ما کار نمیتونیم بکنیم، اینا نمیره. خب آقا واقعا کثیفه، من اینو نمیتونم استفادهش کنم اصلا. آقا اومد کمکم کرد. I don't know. همش مال منه. چجوری؟ اینجوری؟ چجوری میشه؟